بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. در حلقه گذشته ما درباره بنا کردن مسجد صحبت کرده بودیم. بعد اون که پیامبر علیه السلام مسجد رو بنا کرده شدند، در جهت شرقی مسجد برای خود یک خانه بنا کردن. اونو میشون اتاق بنا کردن که اونجا با همراه سوده بنت زمعه زندگی میکردن و اون زمان سوده یگانه زن پیامبر علیه السلام بود. بعد از اون با مادر عایشه نکاح کردن و به دیگر زنهاشون. خب اینجا یک گرچه که اتاق کوچک هم باشد، یک اتاقی بود که الکای پیامبر علیه السلام دولتشون رو بنا کرده بودن، دولت خود رو ساخته بودن و دولت پیامبر برای ابرقدرت‌های اون زمان امپری بیزانتا و امپری فارس، یعنی که همچون یک تهدیده بود و تخت آنها رو به لرزش آورده بود. خب پیامبر بعد بنای مسجد دوم قدمی که گذاشتن این مؤاخات یا اینکه برادری هست. یعنی پیامبر بین مهاجرا و انصاری ها چیزی رو به نام برادری یا اینکه مؤاخات آوردن که در حدیث ها آمدگی است. پیامبر میگن که تآخوا اخوین خیلی که در حدیث بخاری آمده است. انس بن مالک که وقت عاصم میپرسه که چگونه بود، میگن که در اسلام پیمان هست یا نیست. انس بن مالک میگه که ما پیامبر در خانه ما مهاجر و انصار رو جمع کردند و اونها رو برادر کردند. و در روایت امام احمد است که تآخوا اخوین یعنی که دو کس جمع شده و برادری خود رو اعلام کنه. این یعنی که دومین قدم در مدینه بود و این بینای امت و وحدت امت رو خیلی استوار میکرد. با این پیامبر علیه السلام میخواستند صف مسلمان ها رو یگانه کنند و پیامبر وقتی به مدینه آمدند و نظر کردند و مدینه رو از جهت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آموخته دیدن که اهالی مدینه و ساکنای مدینه میتوان گفت به سه قسم تقسیم کرد اونها رو. قسم مسلمان ها بودن که مسلمان ها نیز در نوبت خود به دو تقسیم میشدند و یا زیاده از این مسلمان های انصاری که از قبیله اوس و خزرج بودند، مسلمان های مهاجری که از مکه آمده بودند و غیر از این دیگر مسلمان های بودند که در دیگر اطراف و اکناف نیم جزیره عرب بین قبیله های خود حالا زندگی میکردند و این چنین مسلمان های مستضعفی که در مکه قرار داشتند و مسلمان هایی که در حبشه قرار داشتند. یعنی که پیامبر باید در فکر همه اینها میشدند و در فکر سرجم کردن اینها و وحدت اینها میشدند. دوم گروه باشد اینجا برادران مشرکای مدینه بودند. یعنی که ما در حلقه های پیش از رمضانی گفته بودیم که چه خیلی مردم پیامبر رو استقبال کردند و شاید بعضی شنونده فکر کرده باشند که دیگر مدینه اسلامی بوده است و دیگر اهالی مدینه هم مسلمان بودند و برای اینکه به استقبال پیامبر برآمدند. البته نه هم مسلمان بودند، اصلا برای استقبال پیامبر اساسا مسلمان ها برآمده بودند و اونجا بعضی مشرکان مانده بودند و این مشرکان در اونجا زندگی میکردند. غیر از این مشرکای مدینه باز مشرکای مکه بود که اونها تا آخر میخواستن اسلام رو ریشه کنند. الله تعالی میگه که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، و آنها همیشه در فکری جنگ با شما هستند تا اینکه شما رو تا توانشان از دین گردانند. و غیر از این مشرکا در اطراف و اکناف مدینه بود. اونا مشرکا یا قبیله های بزرگ یا کوچک بود که اساسا با چپاولگری و با راهزنی کارشون بگذشت. یعنی با همه اینها پیامبر باید زبان میافتند، باید یک پیمان میبستند، یک عهد میبستند با همین چی انسانایی که در داخل مدینه زندگی میکنن و چی در خارج مدینه، چی مسلمانش و چی غیر مسلمان. و سومین گروه یک گروه بسیار خطرناکی بود که اونها یهودای مدینه بودند که از همه قسم غدار و خیانتکار و وعده خلاف و غیره. اینا قسمی که در مدینه زندگی میکنن و قسم دیگرش در شمال مدینه در منطقه وادی قرا یا در منطقه خیبر زندگی میکردند و پیامبر باید که به همه اینها چخیلی گفتم زمان میافتند و یک عهدنامه مشترک باید با اونها با امضا میگذاشتند. غیر از این چهارم طایفه دیگری در مدینه بدتر پیدا میشد بعد از 2 سال هجرت پیامبر که در برونها در درس خواهیم گفت اینها منافقا هستند که در اول نبودن، بعد جنگ بدر بعد اینها به
ظهور پیدا کردند. خب اکنون میگذاریم با مسئله همین برادری که بین صحابه شده بود. چه گفتم در خانه انس ابن مالک شده است این چیز، چه که در روایت آمده است. و ابن القیم رحمت الله علیه میگه که تقریبا مسلمان هایی که از مکه و مدینه برای برادری جمع شده بودند عددشون به 90 میرسید، بعضی روایت ها به 100 برده است. خلاصه 45 نفر مهاجری و 45 نفر انصاری، یعنی که 50 نفر مهاجری و 50 نفر انصاری رو پیامبر علیه السلام که عهدی برادری دادن. این برادری در حقیقت برادری حقیقی بود که دنیا نظیر آن را به یاد خود ندارد. در حقیقت یک برادری شد که تا حال همتای این برادری در دنیا دیده نشده است و شنیده نشده است. مسلمان های مدینه خیلی گفتم اوسی و خزرجی بودند. اصلا به شکل آنها را انصاری میگن و دیگر گروهش را مهاجر میگن. حالا ما درباره انصاری ها صحبت میکنیم. اوس و خزرج دو قبیله بومی مدینه که مدینه را هزار سالها اونها وطن خود قرار داده بودند و از قبیله قحطان عرب بودند و مشکلی این بود که این دو قبیله با هم که عمک بچه بودند، پسر عمک بودند، با بیناشون مشکل های زیاده بود و جنگ بین این دو قبیله 100 سالها دوام میکرد و خونریزی بیناشون خیلی دور و دراز بود و اونها زبان یک یافتنشون مشکل بود. لیکن پیامبر علیه السلام توانستند با حکمت خود، با خرد خود این قبیله را جمع آورند. بنابراین الله تعالی برای پیامبر علیه السلام منت آورده، گفت لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم. یعنی که اگر تمامی مال و ثروتی که در روی زمین است اگر تو نفقه میکردی و صرف میکردی برای خاطر اون که مردم در دلش الفت اندازه نسبت یک دیگرش، نمیتونستی گفت الله تعالی. لیکن الله است که در دل اونها مهر و الفت را جا کرد. و این انصاری ها انسانایی بودند که به یک آغوش گشاده مهاجران را استقبال کردند، وطن خود را برای اونها وطن دادند. مهاجران باشند دوستان اساسا اهالی مکه بودند و انسانای در حقیقت میتونیم گفت که یک مدینه آمدن انسانای بیچاره شدند. انسان البته وقتی که از کشور به کشور هجرت میکند البته یک خوری، یک زاری، یک تنهایی، یک مشکلی احساس میکند. یعنی مهاجرت کاری آسان نیست. اینها وطنشون رو ترک کردن، خیشتوارش ترک کرد، بعضیش پدر و مادرش ترک کرد، بعضیش فرزند و زنش ترک کرد. اکثر زیادی اونها رو مال و ملکشون مصادره شد از طرف جنایتکارای مکه. اونها رو گرفتن، مالاشون، دکاناشون، چیزی که سودا میکردن مصادره کردند و از خود کرده بودند. یعنی که هم از جهت روانی اونها یک نمود احتیاج به دستگیری داشتند که اهل مدینه و انصار در این چیز هیچ کوتاهی از خود نشان ندادند. و الله تعالی نیز توسط وحی پیامبر علیه السلام را ترغیب میکرد و مهاجران رو ترغیب میکرد به پایداری و استواری و معنویات آنها رو بالا میبرد. برای شما یک چند آیات ها رو اینجا تلاوت میکنیم برادرای عزیز، چون که دانیم که چه خیلی الله تعالی آنها رو دلبرداری میکرد و آنها رو استوار میکرد، تا اینکه در این هجرت خود احساس کنند که آنها صاحبی قضیه هستند، صاحبی عقیده هستند. عقیده بود که آنها برای آنها ترک وطن کردند، فکر آنها بود، آزادی خواهی آنها بود که وطن خود را ترک کردند تا اینکه در یک جای آرامانه توانند که دین خود را عملی کنند. الله تعالی در حق مهاجرای مکه گفت والذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله تعالی اون رو ترغیب میکنه، میگه که اونایی که هجرت کردند یا اینکه از وطنشون به زوری برآورده شدند یا اینکه از وطنشون خارج شدند و اذیت دیدن در راه من، میگه الله تعالی. این عباره خیلی مهم است. و اوذوا فی سبیلی، نگو فی سبیل الله بلکه فی سبیلی، در راه من، تو اینکه الله تعالی نزدیکی خودش به آنها رو نشان داد، در آنها یک احساس رو به آنها پیدا کند که آنها در راه الله تعالی شده اذیت دیدن، آنها رو گناهاشو بخشیده می شود و آنها وارد کرده می شوند به جنتی که در آنها جویبارها روانه هست. این یک پاداش از طرف الله تعالی هست و پاداش الله خیلی پاداشی زیبا هست. و در دیگر جا گفت الله تعالی والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا. اینجا الله تعالی بعضی مسلمانایی که
در بعضی جنگ ها اشتراک میکردند و شهادت نصیب آنها نمیشد، از پیامبر پرسیدند که پیامبر برام میاد دعا کن که ما هم بعضی جنگ ها زنده ماندن فضیلت و اجر و پاداشی که شهدا میگیرن برای ما نیز الله تعالی نصیب کند. بعد از این آیت نازل شد، گفت که آنهایی که در راه الله تعالی هجرت کردند یا در هجرتشون وفات کردند و یا اینکه کشته شدند، الله تعالی برای آنها رزق فراوان خواهد داد و همه این خیلی گفته معنویات آنها رو بالا میبرد. این چنین الله تعالی انصاری ها رو برای استقبال چنین مهاجرا ترغیب میکرد و در آیت میگه که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. یعنی اینجا الله تعالی اهل مدینه رو میگه که اینها انسانایی هستند که گرچند که خودشون احتیاج به همون چیز دارن لیکن به دیگرها این احتیاج خودشون رو تقسیم میکنن که در پایان حدیث های این چیز ذکر میشود. یعنی که این نمود آیات ها و این نمود احادیث معنویات هم مهاجران رو بالا میبرد هم انصاری ها را. یعنی یک نمود مسابقه پیدا میشد برای هجرت در راه الله تعالی و برای نصرتی همین مهاجرایی که برای الله تعالی هجرت کردند. اکنون برادر عزیز، یعنی ببینیم چه خیلی انصاری ها مسلمانان رو استقبال کردند و بعض نکته ها رو خواهیم گفت اینجا. الله تعالی برای مهاجرا و برای انصاری ها نقش آنها را تقسیم کرد و اجر آنها را تقسیم کرد و گفت والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. آنهایی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در الله پیکار کردند و آنهایی که آنها را به آغوش خود گرفتند، آنها را پناه دادند و آنها را کمک کردند و نصروا، آنها مؤمنای حقیقی هستند. اولئک هم المؤمنون حقا. و برای هر دو گروه مغفرت الله تعالی و رزقی سخاوتمند الله تعالی برای آنها نصیب است. یعنی که پیامبر توانستند هر دو گروه را قانع کنند، مهاجرا را قانع کنند تا اینکه برای عقیده، برای حفظ عقیده خود ترک وطن کنند و انصاری ها را قانع کردند تا اینکه برای دفاع از عقیده این برادرانی که برای عقیده شده هجرت کردند اونها را نصرت دهند. یعنی که یک راهی حل زیبای پیدا کردند. نکته دیگر، یعنی که وقتی که مهاجرا آمدند، یعنی آنها را در بر گرفتن و با آغوش گرفتن نیز یک بهتون گفت پرابلمی همون روزینه بود. پیامبر یک راه حل حکیمانه برای این پیش گرفتند که ما در بدایتی حلقه ذکر کردیم. گفتن که پیامبر تآخوا اخوین برادر شوه دو کس. پیامبر گفتن که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. یعنی انسان ایمانش کامل نمیشه یا اینکه ایمانش پر نیست، ایمان ندارد. بعض تفسیرهای حدیث که تا اون زمانی که اون چیزی که برای خودش دوست نمیدارد برای برادرش دوست ندارد، اینکه برادری رو به ایمان ربط و پیوند دادن. در حدیث دیگر پیامبر گفتن که لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. به جنت نمیداره تو اینکه ایمان آورید و ایمان نمیآوره تو اینکه یکدیگرتون رو دوست نداره. ببینید چه برادری و محبت رو پیامبر از ایمان میدونن. بنابراین این وقتی که این مسئله ایمانی شد، بنابراین همه صحابه با این چیز تن دادن و با هم دیگر یک مش شدن و تمام دشمنهای داخلی و تمام دشمنهای خارجی را از بین بردن. و یکی از حکمت‌های همین برادر این بود که پیامبر اونها را برادر کردند تا اینکه یهودا با دسیسه و مکر و حیله خود بین مسلمان‌ها جدایی ناندازد. ما اینجا برای شما دو نمونه میاریم، بعد به مهاجرای یا پناهنده‌های زمان حاضر نیست یک سر میخوریم که چی حال دارن اونها. یکم حالت سعد بن الربیع، سعد ربیع با عبدالرحمن عوف. خیلی که در بخاری اومده است. سعد ربیع نزد برادرش عبدالرحمن بن عوف اومد و گفت این قدر مال دارم، نصف مالم از تو است. تصور کنه. یعنی که این برادری فقط به سخن نبود، در شعار نبود. خیلی که در انقلاب فرانسه و انقلاب کمونیستا مثلا در سال 1917 بود، فقط برادری، آزادی، برادری میگفتن فقط در زبان، اما در عمل فقط قتل و کشتار و غارت بود که نتیجه اون رو مثلا تاریخ میداند که هم در فرانسه و هم در روسیه قیصری و هم در دیگر جمهوری‌هایی که تابع روسیه بود
چی بالای بالی مردم نرود این شعور برادری و آزادی اونها. اینجا عملا اون برادری تطبیق می شود. سعد بن ربیعه گفت که من ثروتمندترین مدینه هستم، ثروتمندترین انصاری هستم، نیمی مالم از تو هست. چون که این برادری که پیامبر بین اونها انداخته بودن این برادری حقیقی بود، تا در میراث هم اونها شریک یکدیگر بودن. یعنی این اون چون برادری بود که مثل برادری خونی از یکدیگر میراث میبردن اگر وفات میکردن. بنابراین وقتی که سعد ربیعی به عبدالرحمن عوف چنین پیشنهاد کرد، گفت که خداوند به مال و اهل تو برکت دهد. گفت من بازار نشان ده، من خودم برم کار میکنم. یعنی تصور کنید از یک برادر باری سالش یک مشکلی آید، تو یک ثروت داری، مثلا در حسابت در بانک فلان قدر پول داری، آیا مشکلی بولی سری اون برادرت آید، تو میتونی که برای اون برادرت نیمی مالت رو دی؟ مثلا اگه ثروت تو 10,000 است، آیا میتونی 5,000 شو برای پیشنهاد کنید؟ یا اینکه 5,000 اون طرف است، 2%، 1%، بعضی هم زکات هم بزرگ میتونه. یعنی که میشود که آیا برادر کسل شد، بیمار شد، وزنی بالا سر اومد، انسان برای وای مثلا نیمی ثروت چته، 10 ثروت چته برای اون که کسلی بیچاره معالجه کنه. بنابراین صحابه در این مسئله بسیار استواری ایمان خود را نشان دادن و تصدیق کردن که در حقیقت معنی برادری را اونها احساس میکنن. مثال دیگرش همین سلمان فارسی است که سلمان فارسی را پیامبر با ابودردای انصاری برادر کرده بودند و روز سلمان برای دیداری ابودردا میرود. وقتی که درش رو میکوبد، زن ابودردا میبرد و شکایت میکنه که ابودردا چنان به عبادت مشغول است که دیگه پروایی نه من دارد، نه پروای خودش دارد، نه پروای بچه‌هاش دارد. یعنی که این در حقیقت یک فهمی گویم که یک نمود بی‌پروایی نسبت اهل بود. و سلمان فارسی هم در اومد با برادرش نشست، او زنک برای اونها طعام آورد که ابودردا گفت من روزه‌دارم نمیخورم. گفت میخوری گفت. ابودردا مجبور خورد. یعنی که روزه نفلی بود، برادر فرضی نبود. روزه نفلی رو مثلا برای خاطر مهمون شکستن جایز است. بعد میگه که خورد روزه رو. بعد سلمان همون شب اونجا شب خور رفت. هنگام شب سلمان میگه که کمتر خواب رفتن که ابودردا خست و حرکت طهارت کردن برای نماز خواندن. گفتم خواب را. گفت خواب رفت. با دویم بار بعد چند ساعت شاید چند نیم ساعت یک نیم ساعت بخواست نماز خونه، گفتن که خواب را. بعد سوم بار وقتی که صبح نزدیک شد، یعنی که سه یک آخر شب، بعد وقتی خست نماز خوند، بعد سلمان فارسی گفت ای برادر، گفت زنت شکایت کرد. وقت این لربک علیک حقا و لنفسک علیک حقا و لاهلک علیک حقا، و در روایت ترمذی اومده است که ولی ضیفک علیک حقا. یعنی ای برادر، خدا بالی تو حق دارد، خاندانت بالی تو حق دارد، خودت بالی خودت حق داری. یعنی که در مهمانت هم بالی تو حق داره. یعنی که تو باید فقط حق خدا گفته حق دیگرای پایمال نکن. اینجا زنت نیست حق دارد. مثلا تو وقتی روزه میداری، مثلا زنت شاید مهربانی میخواد از تو، به تو نزدیک شدن میخواد، یا اینکه فرزندات، یا اینکه خودت مثلا ببینید که شب و خسته نماز بخونی، یعنی که شب دراز، یعنی برای خودت هم یک راحت نیست باید باشد. این اسلام این نیست که انسان باید 24 ساعت در چی باشد. و وقتی که سلمان اینو گفت، سخن به پیامبر رفت، یعنی که به گوش پیامبر رسید که سلمان ابودردا رو هم خیلی گفت است. شاید بعضی این قبول کردن نمیتونستن که چه خیر اینا از عبادت من داره. پیامبر علیه السلام گفتن که صدق سلمان. در روایتی گفتن که سلمان افقه منک، سلمان از تو دیده به فهمتر است. باز در روایتی گفتن که سلمان اوتی علما، سلمان الله تعالی به سلمان علم داده است، یعنی علم بزرگ، علم وسیع داده است. ببینید اینجا یعنی که برادری حقیقی بود، به همین درجه به نصیحت و توجیه برادر خودش، دلسوزی خودش رو برای او ابراز می‌داشت. اکنون ببینید حال پناهندهایی که در این زمان قرار دارند، یعنی که بیچاره نه پلیس اونها رو به حالشون بگذارد، نه او سرحد بانویی که اونها رو به یک وحشیانه اونها رو استقبال میکنن، اونها رو میزنن در زمستان. و در بعضی حالات دیدیم که در بعضی دولت‌ها یا اروپایی وقتی بعضی مهاجران میخواستن به سرحد اونها گذارن، چه خیلی در زمستان اونها رو آب میپوشیدن، بالاشون میزدن، تحقیر میکردن اونها رو. یا مثلا دیدی استیم که چه خیلی مهاجران رو به موزرد و چشمکبود و موسیایی و مثلا چشم سیاهی جدا کردن مثلا. یعنی که انسان‌ها رو در اساس نژاد، در اساس قوم، در اساس زبان جدا کرده شدن. در حالی که اسلام اومد بین انسان‌ها جدایی نانداخت.
گفت که این اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا ترسه نگفت که موی سفید باشه یا موی جنگلی عربی باشد یا اینکه پوستی گندم رنگ عربی از همه بهتر است، نگفت، بلکه اساس برتریت رو در تقوا و خدا ترسی داد. بنابراین پیامبر از روز اول پیامبر رو هم حبشی، بلال حبشی مثلا پیامبر ایمان آورد، صهیب رومی نیز ایمان آورد، سلمان فارسی نیز ایمان آورد و اسلام اولین شده در تاریخ بشریت یک دینی است که به نژاد و قوم اعتبار نمیدهد. خلاصه دوستو این بود یک درس مختصری درباره برادری که پیامبر بین مهاجران و انصار قرار داده بودند. اما اینجا یک چند نکته هست، یک چند عبرت های از این درس است که یکم عبرت این است که پیامبر می‌خواستند که صدق ایمان آنها رو درک کنند و صدق ایمان آنها رو به آنها نشان دهند که در تقسیم مال و ثروت آیا تن میدهند یا نمیدهند، که در حقیقت تن دادند و اثبات کردند که آنها انسان‌هایی هستند که اهلند و صادقند به ایمان خودشون. این زیربینای امت را، زیربینای دولت پیامبر را همین برادری آنها تشکیل میداد. چون که اگر وحدت نباشد، اگر در صف مسلمانان وحدت نباشد، وحدت ملی نباشد، هیچگاه اون دولت آرامی را نخواهد دید. و سومش امت اسلامی جز به وحدت برپا نمی‌شود و فایده دیگرش، عبرت دیگرش است که عقیده اسلامی اساس برادری است. عقیده است اساس برادری، نه قومیت، نه نژاد، نه زبان، نه دیگر چیز. بنابراین برادر عزیز، این اصل ها رو صحابه که استوار داشتند، الله تعالی برای آنها الفت و محبت رو در دلشون جا کرد. این بود بعضی از جنبه‌های همین آیات و احادیثی که درباره برادری مسلمانان گپ می‌زنه. خب با همین حلقه خود را به خاتمه می‌رسونیم. خداوند موفق کند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.